بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله و بعد. بله، سوال گیرامی برای صدای زن، اینکه صدای زن عورت است یا نه. بله، اهل علم در این مورد بیان کرده اند. البته اختلاف وجود دارد در بین اهل علم و بعض اهل علم فرمودند که مجرد صدای زن عورت نیست. اگر در اینه که زن هنگام سخنرانیش، هنگام با صدا حرف زدنش، صحبت کردنش، صدایش را لین یعنی که نرم نگیرد، صدایش را قشنگ نکند، زیبا نکند، اشکال ندارد، جایز است یعنی که با صدا سخن کردنش، به شرطی که یعنی که صدایش را نرم نگیرد، صدایش را زیبا نکند در نزد مردان بیگانه. اما بعض اهل علم اینگونه مجرد صدای زن را عورت نمیدونند اگر زن صدایش را نرم نکند، زیبا نکند، زیرا که زنهای سلف، زنهای صحابیات سخن میکردن، سوال میکردن از رسول الله صلی الله علیه و علی آله و سلم و رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها را انکار نکرد. البته نباید که زنهای صحابیات را با زنهای این زمانی که ما و شما قرار داریم برابر بکنیم. هرگز برابر نخواهند شد. ما در کدام زمان قرار داریم و همه ما و شما معلوم از زمان فتنه، فسق و فجور و انتشار فتنه ها. و از این خاطر نباید که قیاس کنیم زنهای امروزه را با زنهای صحابیات، هرگز. و دیگری از اهل علم فرمودند که صدای زن عورت است، صدای زن عورت است، ولیکن جایز میدونن برای زن با همون قدری که حاجتی که دارد، با همون اندازه که حاجت سخن کردن دارد، اگر نمیشود با نوشتن، با کتابت که آن حاجتی دارد، میتواند که صدایش را اظهار کند، صدایش با یعنی که با صدایش سخن بکند و یعنی که تنها برای اون قدری که حاجتش با همون اندازه است. فهمو. و اهل علم یعنی که اتفاق بر این دارن که جایز نیست برای زن جایز نیست که صدایش را اظهار بکند برای مردان بیگانه بدون حاجت. بر این اتفاق دارند که جایز نمیدونن که زن صدایش را بدون حاجت اظهار کند برای مردان بیگانه. این است جواب اختصارا. و نباید که فراموش کرد، باید که زن در این زمانی که ما و شما قرار داریم، هر خواهری که این صدا را میشنود، باید که زن سعی کوشش بکند که یعنی که تلاش بکند صدای خود را اظهار نکند، زیرا که صدای زن، مجرد صدای زن این یک فتنه است، یک جلب کردن است. خصوصا زنهای امروزه یعنی که بعضیشون که اکثرشون از الله سبحانه و تعالی که نمیترسن وقتی که صحبت میکنن سخن خود را نرم میکنن، زیبا میکنن. باید که زنها از الله بترسن، زیرا که این صدای زن یعنی که خصوصا وقتی که زن با صدا صحبت کرد، حرف زد، صدایش را قشنگ کرد، این فتنه هم برای خودش هست، هم برای مردان می باشد. این یک وسیله و جلب کردن به سوی فتنه و فساد است. نسأل الله عافیت و سلامت. بارک الله فیکم.